ماشینم تو راه مونده بود. راه لواسون. می‌خواستم یکی رو بفرستی کمک. لازم نیست دیگه، خونه اومدم. زنگ زدم علی اومد. آره اینجاست. سلام برسون. کلید زاپاس خونه‌شو میخواد. کی برداشتی؟ دست مرتضی. از آذر خبر داری؟ نیست. نه از اون هر چی زنگ زدم جواب نداد. خیلی خوب. نه خیلی خوب. مرتضام که همش تو جلسه است با این آشغالا. من دیگه برم پس. گفت میاره برات کلیداتو. عجله نیست. گوشه مانتوت پاره شده. شده بود. یه چایی بخوره برو. نه دیگه باید برم. از وقتی مادرم رفته زهرا تنهاست. این خواهرتم ندیدیم بالاخره. نمیدونم کجا رفته. جایی رو نداره برم. نگرانشم علی. چطور؟ به هم ریخته است. قضیه پسرشو که گفتم برات. صبحم رفتم بالا سرش دستشو نگاه کردم رگشو زده. هیچی هم نمیگه. اصلا به روی خودش نمیاره. اون که میگفتی سمبل مقاومته. بود یه موقعی تفلک. عوض شد. اون دوستت گل فروشه محسن. سراغتو میگرفت. گفت یه سفارش داده بودی آورده برات. ماران چی؟ مارانتا. گرفتم پیغامش. علی پذیرش دانشگاه رو نشونت ندادم. آره بده ببینم. عجب جاییه. این همون جاییه که نصرین رجم رفته بودن. یادت چقدر تعریف میکردن. گفتن 2 واحد فوق لیسانس بگذرونم دکترا قبولم بکنن. ایوه بیزا چی؟ سه‌شنبه مصاحبه دارم. به انگلیسی. بس قضیه جدیه. جدیه؟ بابا اون نامه پذیرشمه دیگه. از سال دیگه بورسم بهم میدن. بالاخره شد. مرتضی چی کارش میکنی؟ چی کارش کنم؟ دوشنبه دادگاه داریم. اون اگه میخواست تکون بخوره تا حالا خورده بود. اینجوری نگاش نکنم. داغونه. من چی کار کنم علی؟ تو که خودت شاهدی. چقدر بهش گفتم بیا با هم بریم. اونجا میتونی درس بدی، میتونی کار کنی. آدم حسابی هستی تو ول کنی این الاغا رو. همش کارای مزخرف، آدمای مزخرف. صبح تا شب جلسه. که چی زدن خونه مردم رو سرشون خراب کردن. حالا یه جلسه میذارن که چجوری خسارت ندن پولشون رو بکشن بالا. نه با این میگم چرا نمیدین پول این بدبختا رو؟ میگه اگه بدیم شرکت ورشکست میشه 120 نفر رو باید اخراج کنیم. پول اون 8 نفر رو نمیدیم که بتونیم حقوق این 100 نفر رو بدیم. اینم شد حرف. ببین مرتضی چی؟ تو عاشق استاد 15 سال پیشتی. من الانشو میبینم. عوض شده علی من دارم بهت میگم. همه عوض شدن. تو کیو میشناسی که هنوز مثل 15 سال پیشش باشه؟ تو خوبه که من عوض نشدم بعد این همه سال.